شرکت خدمات برق‌رسانی شهاب‌میرو در سال 2008 تأسیس شده و در بخش‌های سکتور انرژی در افغانستان فعالیت می‌کند. ما با تکیه بر تخصص فنی و برنامه‌ریزی دقیق پروژه‌های برق‌رسانی را با بالاترین استانداردهای ملی و بین‌المللی اجرا می‌نماییم. هدف ما ارائه خدمات پایدار، خلاقانه و کارآمد در حوزه انرژی است تا زیرساخت‌های برق‌رسانی را بهبود ببخشیم و رضایت مشتریان را جلب کنیم. پروژه‌هایی که تحت کار داریم: پروژه سب استیشن 500 کیلوولت ارغندی کابل، پروژه ریاکتور بی 500 کیلوولت که همچنان در سب استیشن ارغندی کابل موقعیت دارد و پروژه استرینگینگ لاین انتقالی 500 کیلوولت از شبرغان الی دشت الوان. با افتخار در کنار تیم مسلکی و توسعه و پیشرفت صنعت برق کشور متحد هستیم. پروژه سب استیشن ارغندی که اولا کار اجرایش از طرف شرکت شهاب‌میرو در حال اجرا باشه، یک پروژه کلیدی در سیستم برق افغانستان باشه. نقطه وصل زون جنوب و مرکز و شرق به سیستم برق کشورهای کبس آسیایی میانه باشه. ظرفیت سب استیشن 400 مگاوالت امپر می باشه که در آینده امکان افزایشش وجود داره. کارهای اجرایی بخش الکتریکالش عملا در جیران بوده که به فیصدی قابل توجه پیشرفت داشته. از جمله اینستالیشن تمام توجه سایز سویچیارد، بی ترانسفورمرها، سیستم گراوندینگ، سیستم لایتینگ دال تکمیل است. تا آینده نزدیک بخش سکندری ما آغاز میشه. در پلی از پروژه سب استیشن 500 کیلوولت شرکت شهاب‌میرو قرار است پروژه 500 کیلوولت ریاکتور بی را هم کار اجرایش آغاز بکنه که فعلا در استیج دیزاین قرار داره و دیزاینش استیج 30% تکمیل شده. زموږ پروژه چې د شبرغان څخه تر دشت الوان پورې غځېدلې ده، ټوټل 315 کیلومتره اوږدوالی لري او 215 پایې پکې شاملې دي. موږ د پیشرفته ماشینرۍ او مجرب ټیم په مرسته د استرینګینګ چارې پیل کړي دي او هڅه کوو چې په لنډ ممکن وخت سره دا چارې بشپړي. تیم دیزاین شرکت شهاب‌میرو متشکل از انجینیران آرکیتکت، استراکچر، الکتریکال و مکانیکال است که هر کدام در بخش‌های خود بیشتر از 10 سال تجربه کاری دارند. تیم ما مهارت و آشنایی کامل با سافتورهای مثل پیلسکت، پیلستاور، ایتاب و همچنان سافتورهای استراکچر مثل سب و ایتاب و سیف دارند که در کنار از او آشنایی کامل با کدهای بین‌المللی مثل IBC، ACI، IEC و IEEE جهت دیزاین معیاری پروژه ها دارند. تیم دیزاین ما برای اولین دفعه دیزاین 3D سب استیشن ارائه دادند که یک کمک بسیار خوب برای انجینیران تازه کار جهت اجرای بهتر سویچیارد سب استیشن بود. و قبلا دیزاین سب استیشن توسط شرکت های هندی و ترکی انجام می شد که خوشبختانه حال مکمل دیزاین سب استیشن و ترانسمیشن لاین انجینیرای خود ما در داخل انجام میتن.